سلام ارادت دوستان. سرویس کولر فایده هایی که داره یکیش اینه، این بلوورشه که میچرخه، لبه هایی که داره، لبه های تیزش، این توی مدت زمان وقتی میگرده گرد و غبار رو جذب میکنه، باعث میشه که اون پرت و باد رو نداشته باشه، یعنی اون دهش و مکش رو نداشته باشه. و یه دلیل دیگه هم وقتی کولر کار میکنه، این رادیات تو حالت سرما عرق میزنه، عرق که بزنه گرد و غبار رو به خودش جذب میکنه، این هم کثیف میشه، این هم باید سرویس بشه. و بعد همیشه اولین چیزی که کثیف میشه اینه، فیلترش. اینو باید اول خود مشتری یا صاحبخونه هر چند وقت یک بار سرویس کنه یا تمیزش کنه. به این درجه و به درجه این رسید که مثلا رادیاتش و بلوورش کثیف شد، باید به زنگ بزنه به سرویسکار که سرویسکار بیاد براش تمیز کنه. فروش و خدمات پس از فروش کاویانی در خدمت شماست.